سرخط خبرها: شروط جدید اسرائیل در مذاکرات تبادل اسرا با حماس. ترامپ: با پوتین به جنگ اوکراین خاتمه می‌دهم. و تعلیق پروازهای فرودگاه دمشق تا اول ژانویه 2025. سلام عرض می‌کنم به گالری خبر خوش آمدید. رئیس جمهور منتخب آمریکا از عزم خود برای حل و فصل جنگ اوکراین خبر داد و در عین حال گفت به زودی با رئیس جمهور روسیه دیدار می‌کند. جنگ اوکراین در فوریه 2025 وارد سومین سال خود خواهد شد و در حال حاضر نگاه‌ها به سوی ترامپ دوخته شده است. رئیس جمهوری که پیشتر در رویدادهای انتخاباتی خود وعده خاتمه جنگ اوکراین را در سریع‌ترین زمان ممکن داده بود. به گزارش راشا تودی، ترامپ طی رویداد سالانه آمریکا فست 2024 عنوان کرد: پوتین گفت که می‌خواهد هر چه زودتر با من دیدار کند. بنابراین ما باید منتظر این دیدار باشیم، اما باید به جنگ خاتمه دهیم. ترامپ ضمن آنکه جنگ اوکراین را وحشتناک و فاجعه انسانی بی‌سابقه خواند، گفت این جنگ جان میلیون‌ها سرباز را گرفته است. ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه طی کنفرانس سالانه خود که به صورت جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد اظهار کرد: برای گفتگو آماده هستم و هر زمان با ترامپ ملاقات خواهم کرد، اما بیش از 4 سال است که با او صحبت نکردم. به زودی جنگ اوکراین وارد سومین سال خود خواهد شد و همچنان با دخالت غرب و ارسال کمک‌های نظامی به کیف، مسیر صلح میان روسیه و اوکراین دشوار شده و هنوز هیچ چشم‌اندازی برای مذاکرات میان این دو کشور وجود ندارد. ترامپ که توانست به پیروزی قاطعی در انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر آمریکا دست یابد، وعده داده که می‌خواهد در سریع‌ترین زمان ممکن به جنگ اوکراین خاتمه دهد. وعده‌ای که اکنون جهان از جمله مقامات اوکراینی منتظرند تا ببینند که رئیس جمهور منتخب آمریکا این اقدام را چگونه انجام خواهد داد و در این میان برخی از رسانه‌ها نسبت به واگذاری قلمروهای اوکراینی به روسیه حدس و گمان زنی می‌کنند، اما ظاهراً اوکراین در این خصوص کوتاه نخواهد آمد و دائما مسئله تضمین‌های امنیتی و عضویت در ناتو را پیش می‌کشد. ترامپ در قسمت دیگری از سخنرانی خود با اشاره به جنگ‌ها و ناآرامی‌هایی که در اروپا و همچنین غرب آسیا حاکم است گفت: ما از ورود به جنگ‌های خارجی که آمریکا به طور بیهوده وارد آن شده دست خواهیم کشید. فرودگاه بین‌المللی دمشق از تعلیق تمام پروازهای ورودی و خروجی این فرودگاه تا اول ژانویه 2025 خبر داد. به گفته فرودگاه دمشق تمام پروازها به استثنای پروازهای دارای مجوز ویژه از سازمان هوانوردی کشوری سوریه تعلیق خواهد بود. پیش از این و پس از ورود شورشیان مسلح و گروه تروریستی تحریر الشام به شهرهای دمشق و حلب و به دست گرفتن کنترل آن، 2 فرودگاه بزرگ یعنی دمشق و حلب پروازهای خود را تا 17 و 18 دسامبر تعلیق کرده بودند. یک منبع آگاه از پرونده مذاکرات غیر مستقیم آتش‌بس اعلام کرد مذاکره کننده اسرائیلی به دنبال تحمیل شروط جدید است. در این راستا این منبع آگاه اعلام کرد مذاکره کننده اسرائیلی به دنبال تحمیل شروط جدید است و حماس اصرار دارد هر شرط اسرائیلی باید یک مقابلی به نفع طرف اسرائیلی داشته باشد. حماس بر حفظ خواسته‌های اساسی که عبارتند از آتش بس، خروج کامل از نوار غزه، شروع بازسازی و ورود کمک‌های لازم تاکید دارد. این منبع اشاره کرد مذاکره کننده اسرائیلی آزادی تعدادی از اسرای اسرائیلی را خواستار است که معیارهای بشردوستانه توافق شده در مرحله اول بر آنها مطابقت نمی‌کند. استانداردهای بشردوستانه شامل افراد مسن، زنان و کودکان می‌شود. این منبع تصریح کرد هیئت اسرائیلی می‌خواهد 11 اسیر زیر 50 سال را در مرحله اول معامله بگنجاند. همچنین آنها برای فرار از ضمانت یک متن واضح درباره عقب نشینی کامل ارتش اسرائیل از نوار غزه تلاش می‌کنند. این منبع افزود در میان 11 اسیر اسرائیلی آبراهام منگستو اتیوپیایی الاصل که در سال 2014 اسیر شد و هشام سید قرار دارند که از سال 2005 اسیر است. مفاد توافق پیشنهادی در مرحله اول شامل آزادی تعدادی از اسیران فلسطینی از جمله 50 زندانی محکوم به حبس ابد همراه با تبعید برخی از آنها است. به گفته این منبع این پیشنهادات هنوز مورد تایید حماس قرار نگرفته اما رد هم نشده است، بلکه تصمیم گیری در مورد آنها به مراحل نهایی قبل از تهیه پیشنویس موکول شده است.
به گفته این منبع، هیئت حماس به ضمانت‌های روشنی نیاز دارد که تداوم آتش‌بس تا مرحله دوم و سوم و پایان کامل تجاوز را تضمین کند. این بدان معناست که این پیشنهادات هنوز در حال بررسی هستند، به ویژه اینکه مذاکره کننده اسرائیلی با درج نام اسرای فلسطینی با احکام سنگین مانند مروان برغوثی، یکی از اعضای کمیته مرکزی فتح، و احمد سعادات، دبیر کل جبهه مردمی، مخالفت می‌کند. خواسته اسرائیل شامل آزادی 5 زن سرباز اسیر، 9 سالمند و 9 زن و کودک به اضافه 11 زندانی است که به عنوان شروط جدید تعیین شده است. با این حال، به گفته منبع مذکور، گروه‌های فلسطینی از پذیرش این شروط بدون ارائه ضمانت قاطع مربوط به پایان جنگ خودداری می‌کنند. این منبع توضیح داد موضوع عقب نشینی ارتش اسرائیل از محور نتزاریم که شمال و جنوب نوار غزه را جدا می‌کند در اصل مورد توافق قرار گرفت. بر اساس این توافق، عقب نشینی با نظارت میانجی‌های مصری یا قطری و با حضور کمیته بین‌المللی صلیب سرخ انجام خواهد شد. این بندها شامل عقب نشینی اسرائیلی‌ها از مناطق غرب ایست نتزاریم به مناطق شرقی بدون بازرسی است، مشروط بر اینکه ایست بازرسی در مرحله دوم توافق برچیده شود. در مورد محور صلاح الدین، پیشنهاد فعلی شامل خروج نیروهای اسرائیل در 56مین روز آتش‌بس در صورت انتقال توافق از مرحله اول به مرحله دوم یا طی روزهای اول مرحله سوم است. این منبع خاطر نشان کرد آنچه در این زمینه حائز اهمیت است موفقیت گروه‌های فلسطینی در اجرای خواسته آنها برای خروج ارتش اسرائیل از تمامی مناطق استقرار خود در نوار غزه است. حتی اگر این امر به تدریج رخ دهد، این توافق همچنین شامل باز شدن گذرگاه رفح در مرحله اول است. وزیر دفاع آلمان مدعی شده تهدیدهای ترکیبی از سوی روسیه در حال انجام و آلمان هم هدف این حملات است. بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان، به روزنامه فونک مدین گروپه گفت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در حال پیگیری حملات ترکیبی است و آلمان به ویژه در مرکز این حملات است. او به خوبی ما را میشناسد و میداند چطور به ما ضربه بزند. به نقل از خبرگزاری آناتولی، وی با تعریف جنگ ترکیبی به عنوان ترکیبی از عملیات نظامی کلاسیک، فشار اقتصادی، حملات رایانه‌ای و تبلیغات در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی گفت هدف مهاجمان به طور خاص بی‌ثبات کردن جوامع است. وزیر دفاع آلمان با اشاره به اهمیت این مسئله که برلین باید خود را برای این حمله آماده کند افزود ما باید خودمان را برای این مسئله آماده کنیم تا بتوانیم با اطمینان با تهدید پوتین مقابله کنیم. اگر به این تهدید با این استدلال که ما را ناراحت می‌کند بی‌اعتنا باشیم، نه تنها کوچک و کم نمی‌شود بلکه بزرگتر هم می‌شود. وزیر دفاع آلمان همچنین گفت هر کاری لازم است برای جلوگیری از اجرایی شدن استراتژی پوتین باید به کار گرفته شود. ممنونیم که تا پایان با ما همراه بودید.